دیروز پدرم به خاطر سحری و افطاری زیاد سودا آورد. پدرم وعده کرده که افطاری اول رستوران میبرم تا. چه قسم پدرم بگویم که همسنفیایم به خاطر رمضان هرچی خریدن. الله أكبر الله أكبر. ماه مبارک رمضان ماه عبادت و مبارزه با گرسنگی و تشنگی است. آیا گرسنگی و تشنگی این ما و شما را به یاد آنان برده است که یک ماه نه بلکه تمام سال گرسنه و تشنه هستند؟ این ماه مبارک را به عبادت و نوازش بندگان الله تجلیل دارید. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی.